بعد تنقید پرزیدنت نسبت رهبر کارخانه ضد ملخ قتلان با 3 ماده پرونده جنایتی باز کردند. دادستانی نویه کوشانیان نسبت رجب علی دولتزاده دیرکتور فیلیال اکسپدیسیون مبارزه به ضد ملخ در قتلان با 3 ماده کودکس جنایتی از جمله غیر قانونی تقسیم کردن زمین، ساختکاری و قلابی پرونده جنایتی آغاز کرده است. در این باره روز 7 ماه سال 2023 یک منبع از دادستانی ولایت بعضی پلیوس خبر داد. این در حالی است که 3 هفته پیش 27 اپریل سال روان امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در ملاقاتش با فعالان ولایت قتلان از رجب علی دولتزاده تنقید کرده گفته بود که او 1 هکتار زمین مکتب را به شهروندان همچون زمین نزد یولکی فروخته است. منبع از پلیوس از مقامات حفظ حقوق گفت نسبت رجب علی دولتزاده 12 ماه سال روان پرونده باز شده است، ولی معلوم نیست که او بازداشت شده است یا نه. رجب علی دولتزاده در صادر کردن جنایت‌های مطابق ماده‌های 338 علاوه 1 قسم 2 غیر قانونی دادن قطعه زمین، 340 قسم 2 ساختکاری، 247 قسم 3 قلابی گفته است منبع از پلیوس. همچنین در برابر او نسبت به 2 کارمند کارخانه به قیدگیری مال و ملک غیر منقول در نوعه کوشانیان نیز پرونده جنایتی باز شده. آنها نیز برای غیر قانونی دادن زمین مکتب رقم 64 نویه گمانبر می شوند. باید گفت که امام علی رحمان روز 27 اپریل سال 2023 در نویه دنغره از قانون ویرانکنی ها در سمت زمین در قلمرو ولایت قتلان ایراد گرفته و گفت طی 1 سال و 3 ماه سپری شده در ولایت قتلان 7392 حالت قانون ویرانکنی آشکار گردیده، 3977 نفر به جوابگری مادی، انتظامی و ماموری کشیده شدند. پرزیدنت علاوه کرد که در عموم 21 هکتار زمین مکتب‌ها در ولایت قتلان خودسرانه اشغال و غیر قانونی تقسیم شدند. این بار اول نیست که در پی تنقید پرزیدنت منصبداران یا خدمتیان دولتی از کار رانده شده در بعضی ایالت‌ها نسبتشان پرونده جنایتی باز می‌کنند. قبلا چنین حالت‌ها جای داشت ولی بعدا آنها تنقید شده بودند، تنها از منصب رانده شدند و خلاص.